یکی از دختران اس یتیموف در دانشگاه اسلاویانی میخواند و در آنجا نسبت به یکی از همکورس‌هایش که جوان پسری با ادب بود احساس محبت میکند. از دوستی دخترش نسبت به آن پسر اس یتیموف خبردار می شود و غضب می کند. در نتیجه امنیتی های اس یتیموف آن پسر بچه بیچاره را به حالتی می رسانند که دانشگاهی را که با آن به هزار آرزوی و هوس داخل شده بود پرتافتر رود و دیگر با دختر اس یتیموف روبرو نشود. حالا که اس یتیموف با اسلام دشمنی دارد و ادعا میکند که اسلام سبب خفاماندگی است، خود خیلی خفامانده و ناجوان مرد است که احساس عاطفه حتی فرزند خود را احترام نمیگذارد و با او مثل یک غیر انسان یا اینکه یک کالای به ارزش مناسبت میکند. در زمان اوج کرونا ویروس در تاجیکستان زن دومی یکی از برادران اس یتیموف که در دوشنبه زندگی میکند مبتلا به کرونا ویروسی شکل سبک می شود. اکنون ببینید بیننده گرامی برادر گنرال و اکادمیک چی کار میکند. او زن دوم خود را که نامش لطافت است مجبور میکند که خانه را مجبوراً ترک کرده برای معالجه رود، زیرا بسیار ترسید که کرونا ویروس به او هم میگذرد. خوب، اکنون رسیدیم بیننده گرامی به اولاد سید مومن یتیموف. از اینها عبارتند: اول سید مومن خود همین اس، دوم عبدالمومن، سوم جمشید، چهارم سیبی جغلوه، شوهرش سیف الله جغلوف است. دو پسر دارد. نام پسر دومش سینا است. کارش بانک زدن و دلخوشی و فروشی مواد مخدر است. پنجم دولت بی سلیمان شهباز، پسران او سلیمان سودیه در سوخت، شهباز باشد در ریگر کارمندی امنیت است. ششم فیضی گل حکمت الله، شوهرش پیش دیپوتات و معلم در تغول بود، یعنی در فرخار. پسران این خواهر اس یتیموف یعنی همین فیضی گل: یکم سنت الله ابراهیم زاده سودیه سود ناحیه فرخار است. دوم پسرش عزت ابراهیم زاده در امانت بانک کار میکند. سوم پسرش آیت الله ابراهیم زاده در شهر نو در شعبه امنیت کار میکند. چهارم احمد جان ابراهیم زاده دختر خاله اش دولت بی را که در کمیته امنیت مرکزی در دوشنبه کار میکند گرفتگی است. پنجم پسرش محمد علی ابراهیم زاده زبان خطایی خوانده است، حالا ترجمان است و با خطایی ها می باشد. اس یتیموف در معامله های پنهانی با خطایی ها از محمد علی جیانش استفاده می نماید و نقشه هایش را توسط این جیانش عملی می نماید. اکنون بینندگان گرامی، چنانه که فهمیدید فیضی گل چند فرزند داشته است. اکنون می رویم سراغ چینی گل، خواهر دیگری اس یتیموف و شوهر او شریپوف اسکندر، دکتر چشم در فرخار است. خواهرش چینی گل نسب فرزندانش را از شریپوف به یتیموف عوض کرده است به خاطر برادرش از قدرت او و وحشت اندازی در میان مردم، یعنی خواسته است که نسب خود را به یتیموف عوض کند. اکنون یتیموف سیاوش در تاجیکستان یعنی فرزندی همین چینی گل در تاجیکستان ولایت ختلان ریاست اکسپرتیز این نهاد پردرآمد را بر عهده دارد. یتیم و مدینه دخترش در شعبه امنیت دوشنبه کار میکرد، ولی با اصرار شدید شوهرش که در فرخار دکتر کار میکرده است مدینه را نگذاشته است که دیگر در امنیت کار را ادامه دهد. دانشگاهی زبانها را خوانده است. تولدش 1994. هشتم خواهر اس یتیموف نامش جیان گل، شوهرش پلکونیک فتویف معاون سرداری زندان ها است. برادرش یعنی هیوری جیان گل فتویف رئیس زندان شهر کولاب می باشد. خوب دقت دهید برادران و خواهران گرامی، این وظیفه توسط یتیموف به او واگذار شده است تا مردم کولاب را تواند در زندان شکند. یزنش هم با دخالت و میانجیگری یتیموف در این نهاد کار و فعالیت می کند. اکنون فرزندان این فتویف رستم پسرش در امنیت ولایت سوخت کار می کند. فرزند دیگریش فتویف بختیار در خیتای است.
فرزند سومش فتایف اکرام دانشگاه ملی فاکولته مالیه و قرض را سال 2018 ختم کرده است.